سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال آموزش تخصصی کتیا. توی این ویدیو قرار بهتون بگم که چجوری میشه توی کتیا دو تا چرخ تنده رو به هم دیگه اتصال داد و نسبتشون رو مشخص کرد و یه انیمیشن از نحوه کارکرد اونها نشون داد. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. به نام خدا، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدیدمون. توی این ویدیو با استفاده از دنده‌ای که قبلا هم توی کانال گذاشتم ویدیوش رو، میخوایم همون رو ادیت بکنیم و یک چرخنده کوچیکتر از اون درست بکنیم و اینها رو با همدیگه اتصال بدیم و در نهایت انیمیشنی از اون رو بسازیم. این همون چرخنده ای هست که آموزشش رو براتون این بالا میارم. خب این رو باید ادیت بکنیم و کوچیکترش بکنیم. ابتدا میریم سراغ پد اولیش. اسکچ رو دابل کلیک میکنیم. روی آر 136 که نوشته شده می نویسیم 136 تقسیم بر 2. به طب این کوچیکتر میشه، ولی این ادیتمون یه مشکلی داره روی پاکت 3 ایجاد میکنه که اون رو باید حلش بکنیم. قبل از اون ما نیازی به پاکت 2 دیگه نداریم. پاکت 2 در حقیقت این قسمت ها بودن. پس پاکت 2 رو ما دلیت میکنیم به صورت کامل. خب دوباره هی میاره که پاکت 3 ایراد داره و نمیتونه شکل رو ویرایش بکنه. میرم سراغ اسکچ 7 که مربوط به پاکت 3 هست. اون گایدلاینی که گذاشته بودیم 131 و نیم، همون 131 و نیم رو تقسیم بر 2 میکنم تا نسبت اندازه هامون کوچیکتر بشه. خب میرسیم به این مرحله. توی این مرحله روی سیرکل پترن 4 کلیک میکنم. تعداد رو از 52 به 52 تقسیم بر 2 تقلیل میدم. اوکی میزنم. خب چون تعداد دندانه هامون هم باید نصف بشه، ما از ابزار اسکیل استفاده نکردیم که این بالا هست. چرا؟ چون تعداد دندانه هامون باید کمتر میشد، نه اینکه اسکیل بشه و با همون تعداد اندازه های ریزتر داشته باشیم. به خاطر همین نمیتونستیم از ابزار اسکیل استفاده کنیم. خب در ادامه من باید این سوراخی که این وسط وجود داره، هول رو به جای 80 میلیمتر 40 میلیمتر قرار بدم. این از این. میتونید این پاکت 1 رو هم با سرکل پترن 4 دلت بکنید، چون دیگه نیازی به اینها هم نداریم. و برای اینکه بهتر و زیباتر دیده بشه، میتونید روی چرخدندتون یک عدد با اندازه دلخواه ایجاد بکنید به این صورت و اندازه حدودا مثلا 30 میلیمتر این رو پد بکنید. میخوایم که یک نشانگری برای ما باشه و نشون بده که چرخدنده چجوری داره میچرخه. بعدش بیاید پارت بادی رو کلن این پد 2 رو به رنگ دلخواه خودتون در بیارید که من اینجا رنگ سبز روشن رو انتخاب میکنم و برای کل پارت یه رنگ دلخواه دیگه انتخاب میکنم برای زیبایی، مثلا رنگ زرد به این صورت، و اون رو سیو میکنم. اجازه بدید سیو از بزنیم که به فایل اصلیمون دست زده نشه. small gear سیو میکنم. حالا میام برم سراغ ایجاد کردن یک وال برای این دوتا چرخدندمون که در حقیقت اینها رو به اون میچسبونیم و راه اندازشون میکنیم. یک پارت به اسم وال ایجاد میکنم و مطابق نقشه‌ای که براتون اینجا آوردم و توی کانال هم نقشه‌ش رو گذاشتم، یک تصویر ساده هست که ایجاد میشه. از مستطیل دارای مرکز استفاده میکنم. مطابق نقشه 400 در 600 هست.
اندازه ها رو وارد میکنم. و وال رو هم خودتون به هر اندازه‌ای که دلتون خواست پد بکنید. روی همین وال کلیک میکنم، میام دوتا دایره ایجاد میکنم که این دوتا دایره روی محور طولی هن. یکیش قطرش 40 برای چرخدنده کوچیکمون و یکیش هم قطرش 80 برای چرخدنده بزرگمون. فاصله مرکز این دوتا از همدیگه باید 198 میلیمتر باشه به خاطر فاصله دوتا چرخدنده. حالا میتونید فاصله طولیشون رو روی محور طولی به هر اندازه که خودتون دلتون خواست قرار بدید، مهم نیست که من اندازه 100 رو براشون در نظر میگیرم. به این صورت مقید کامل میشن. میام به اندازه دلخواه هم اونها رو در راستای X پد میکنم، مثلا 60 میلیمتر. به این صورت این هم از وال ما که میتونید براش رنگ دلخواه خودتون مثلا نکمه دادی یا یه رنگ دلخواه براش تعیین بکنید. من این رنگ رو براش انتخاب میکنم و سیوش میکنم. وال رو هم توی همون فولدر Assembly Train سیو میکنیم. در ادامه میریم سراغ محیط اسمبلی تا اینهایی رو که ایجاد کردیم روی هم سوار بکنیم. پروداکت 1 رو میزنیم، Existing Component رو میزنیم تا اجزا رو بیاریم داخل محیط اسمبلی. یک وال هست که اینجا مشاهده میکنید، یک Small Gear هست که ایجاد کردیم و یک گیر هم که از قبل داشتیم. اوپن میکنیم تا وارد محیط اسمبلی بشه. حالا گزینه اکسپلود رو استفاده میکنیم تا همه قطعه ها رو از همدیگه جدا بکنیم. نیاز داریم که ابتدا یک فیکسینگ رو روی وال قرار بدیم، بعدش میریم سراغ اسمبل کردن قسمت های دیگه ما. چرخدنده اصلیمون رو هم محور میکنیم با شفت بزرگمون و یک طرفش رو هم به دلخواه کوینساید میکنیم با انتهای شفت و اون یکی چرخدندمون رو هم محور اصلیش رو هم محور با شفت کوچیکمون قرار میدیم و یک کوینسایدی رو بین این سطح و سطح انتهای شفت قرار میدیم. اینجا میبینید که اینها به چه صورت قرار دارن. اگر اینها به این صورت مناسب کنار هم قرار نگرفتن و این چرخدنده ها روی هم افتادن، میتونید با گزینه manipulation و با چک کردن تیک with respect to constraints حول یکی از محورهای دلخواه مثل این محور این رو بچرخونید و در جای مناسبش قرار بدید. اوکی میکنم، میرم سراغ گیر اصلیم تا اون رو هم رنگش رو عوض بکنم. یک رنگ دلخواه هم برای این چرخدنده میتونید قرار بدید، مثلا رنگ آبی فکر کنم مناسب و قشنگ باشه. خب این از این. کنترل اس میکنید و سیو میکنید. بعد میریم سراغ محیط DMU Kinematics و اینها رو به صورت انیمیشن در بیاریم. توی DMU Kinematics شما باید بیایید ابتدا همه جوینت هایی که وجود داره رو بین اینها قرار بدید. ما 3 تا جوینت اینجا داریم. یک ریولوت جوینت بین چرخدنده اصلی و وال، یک ریولوت جوینت بین چرخدنده کوچیک و وال و یک گیر جوینت بین دو تا چرخدنده. خب ابتدا من ریولوت جوینت بین اصلی و وال رو ایجاد میکنم. برای همین منظور نیاز دارم که یک مکانیزمی رو ایجاد بکنم. ریولوت جوینت رو کلیک میکنم، یک نیو مکانیزم ایجاد میکنم به اسم مثلا گیر ترین. خب
ریولوت جوینت از شما 2 تا لاین و 2 تا پلین میخواد. من میام گیر رو که گیر اصلیم هست هاید میکنم، یک این لاین رو انتخاب میکنم، محور شفت بزرگ. گیر رو به صورت شو در میارم، وال رو هاید میکنم. دیواره داخلی این استوانه کلیک میکنم، بعد سطح بالای گیر رو کلیک میکنم، بعد میرم سراغ وال و سطح وسطش رو کلیک میکنم. حالا هر 4 تا رو پر کردیم، اوکی میکنم. میرم سراغ ریولوت جوینت دوم. ریولوت جوینت دوم بین گیر کوچیک هست و وال. دوباره گیر رو به حالت شو در میارم، وال رو هاید میکنم، دیواره داخلی رو به راحتی انتخاب میکنم، سطح بالای چرخ دنده کوچیک رو انتخاب میکنم و سطح بالای شفت رو اوکی میزنم. این از 2 تا ریولوت جوینتمون که اینجا که گیر ترین و قسمت جوینت توی نمودار درختی شما میتونید این 2 تا رو ببینید. پس ریولوت 1 بین چرخ دنده بزرگ، ریولوت 2 بین چرخ دنده کوچیک و وال هست. اینجا نیاز دارم که بین 2 تا چرخ دنده هم یک گیر جوینت ایجاد بکنم. گیر جوینت از همون 2 تا ریولوت جوینت میخواد. فقط دقت داشته باشید که این ریولوت جوینت ها باید نسبت به یک وال ثابت باشن. الان ریولوت جوینت 1 همون ریولوت 1 انتخاب میکنم، ریولوت جوینت 2 ریولوت 2 رو انتخاب میکنم. یه ریشیو ازمون میخواد، انگل درایون که برای ریولوت 1 دیگه ما میخوایم که موتور روی این سوار بشه. پس این رو کلیک میکنم، ریشیو رو 2 باید انتخاب کنید چون دیدید که همه ابعادش رو نصف کردیم ما. روتیشن دیرکشنز هم اپوزیت هست. چرا اپوزیت هست؟ چون این 2 تا چرخ دنده وقتی یکیش در راستای ساعتگرد به چرخه، اون یکی باید در راستای پاد ساعتگرد به چرخه. اوکی میکنم. حالا هر 3 تا رو ایجاد کردم. اینجا وقتی میخوایم که بیایم و انیمیشن رو درست بکنیم بهمون میگه که یه فیکس پارتی انتخاب کن. بله درسته، توی انیمیشن سازی ما نیاز داریم که یک فیکس پارت داشته باشیم. وال رو به صورت فیکس در میارم، بعد اختار برام میاره که the mechanism can be simulated. میتونیم حالا سیمولیشنمون رو انجام بدیم. یک حرکت میدم برای کامند 1، ببینید که داره میچرخه و جهت چرخش هم درسته. میرم سراغ ساخت انیمیشن. اینم از انیمیشن نهاییمون. میتونید انیمیت ویو پوینت رو بزنید به این صورت تا ببینید که اجازه بدید من حالت ایزومتریک در بیارم اینو. به این صورت. خب توی انیمیشن شما میتونید بگید که چند بار این و به چه صورت لوپ داشته باشه. الان من لوپ رو گذاشتم رو حالتی که همیشه ادامه دار باشه. ببینید که به صورت بی‌نهایت داره میچرخه. میتونید لوپ رو بزنید به حالت برگشتی، یعنی یک بار کامل میچرخه دوباره برمیگرده به حالت برعکس اون میچرخه. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بود.